شکوه دایر گردید. در این مراسم دعوتشوندگان از همه ناحیه‌های وادی اشتراک نمودند. گزارش همکاران ما. در قسم حربی قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت تحت عنوان روز دعوتشونده معرکه گسیل نوسکران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. در میدان قسم حربی قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت دعوتشوندگان از ناحیه‌های منطقه رشت به طور اختیاری برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند که در نتیجه ناحیه‌های رشت و سنگوار دعوت تیرماهی را پورا اجرا نموده نقشه ناحیه‌های لخش، تاجیک‌آباد و نورآباد زیاده از 90% را تشکیل می‌دهد. در همایش روز دعوتشونده نمایندگان ناحیه‌های منطقه رشت، مقامات حفظ حقوق، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوتشوندگان و سابقه‌داران و فعالان جامعه اشتراک نمودند. در نتیجه تربیت درست جوانان و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جوانان ناحیه‌های منطقه مسئولیت حس نموده سری وقت به کمیسریات حربی حاضر شده برای حفظ ناموس و شرف وطنداری خویش در روز یکم دعوت با آمادگی جدی به صف قوه‌های مسلح جمهوری شامل گردیده. آنها در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرزبوم وطنی اجدادیمان خدمت می‌کنند. اختیارم با کمیسیای دعوت عریضه نوشتم که به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت مادر وطن را ادا نمایم. ما جوانان ناحیه رشت سیاست دوراندیشانه و خردمندانه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود نموده برای حفظ و مرز و بوم وطن اجدادی که قرض هر یک جوانمرد است کمر همت می‌بندیم. من همچون دعوت شونده با جوانان ناحیه گفتنی هستم که خدمت در صف قوه‌های مسلح قرض هر یک جوانمرد و مکتب جسارت و مردانگی است. امروزها با دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تمام شرایط‌ها برای سربازان و افسران مهیا گردیده است. ما جوانان را وادار می‌سازد که برای حمایت مرز و بوم وطن اجدادی و ادای خدمت در نزد مادر وطن دائما تیار باشیم. در همایش به نوازکارانی که کرسی رانندگی را ختم نموده برای به صف ارتش ملی شامل شدن اختیاراً عریضه نوشته بودند شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. در همایش روز دعوتشونده نوازکاران و والدین آنها مشق‌های نظامی آماده نموده سربازان قسم نظامی را تماشا نموده از آن روح بلند گردیده فرزندان خود را به دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه هدایت نمودند. ختم کرده فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میباشم. من امسال فاکولته حقوق‌شناسی را با دیپلم اعلی ختم نموده با خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان میخواهم شامل شوم. ما جوانان سیاست دوراندیشانه و جوانپرستانه پیشوای ملی را دستگیری نموده برای حمایت مرز و بوم کشور همیشه آماده ایم. خدمت به وطن قرض شهروندی هر یک جوانمرد وطندوست بوده. امروز نوازکاران ما با جسارتشان همچون قهرمان برای نسل‌های منبعده به شما رفته نه تنها مایه افتخار والدان و دهه خویش بلکه شایسته افتخار ناحیه و وطن عزیزمان می باشند. پس از سپردن امتحان دولتی دانشگاه و کار دیپلمی خواستم اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده صادقانه به وطن خدمت کنم. من فکر میکنم هر یک جوانمردی که در این سرزمین بیش آسا زندگی میکند و از هوای آن نفس میکشد باید برای حفظ و حمایت وطنی عزیز خود کمری همت بندد. من همچون یک جوان این سرزمین تمام جوانان سن دعوت حربی را دعوت میکنم تا به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده به وطن صادقانه خدمت کنند. در معرکه مذکور دعوتشوندگان از جوانان جمهوری دعوت به عمل آوردند که خدمت در صف قوه‌های مسلح مایه افتخار هر یک جوان وطندوست بوده.
آن را تنها جوان پیشه می نماید که مسئولیت و حس بلند وطنداری و خشتنشیناسی داشته باشد و پیرو گذشتگان خود باشد و همیشه برای حمایت مرزبون وطن اجدادی خویش آماده باشند. استقامت کننده ناحیه تاجیک‌آباد هستم و من دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان را ختم نمودم و به قرار آمدم که در صف ارتش خدمت کرده به حیات مستقلانه و با گذشت آن مکتب بزرگ آب تاب جسمانی و جوانمردی وارد شوم. داوطلبانه خدمت حربی را اختیار نمودم و باید هر یک نفر جوانی با ننگ و ناموس این پیرهی مردانگی را طی نماید. وطنی صاحب استقلالی که با فیض سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و یک کشور آزاد و شکوفا تبدیل یافته است قصه می‌گذارم. در انجام جمع آمد تنتنوی دسته هنرمندان بخش‌های فرهنگی ناحیه‌های منطقه برنامه جالب کنسرتی را منظور حاضرین کردند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت.